چرا یک عالم اسلامی دستش دراز باشه برای یک رشوت خوری که رشوت میخوره با 100 روپیه برای خیرات میده و اسقاط میده و در مجلس از اون میشینه؟ چرا پیسش اوسو نمیپرتن؟ چرا از گشنگی نموریم؟ والله شرف است برای یک عالم اسلامی که از گشنگی بموره لکن در دوره اسقاط نشینه، از گشنگی بموره در خیرات نشینه، با عزت زندگی بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و چرا دو تا سنگ در شکم خود بسته کرد؟ به خاطر که بر ما وفا باشه که یعنی تو دو سنگ از گشنگی در شکمتان بسته کنین، لکن آبرو عزتتان، آبروی اسلام، آبروی علمای اسلام پیشکش نشین. چرا گپ علما را امروز در افغانستان نمیشنوند؟ به خاطر از اینکه همیشه خان، نسواری، لچک، چلمی او سر عالم حاکمیت کرده. عالم نبوده که کت بکس در دانش بزنه بگه بد کردی تو خان، غلط میگی تو خان، رواج تو غلط است، این رقص که در عروسی است این غلط است، این سازندگی در عروسی تو کس این غلط است، این دختر که در چاره ایستاده میکنی این حرام است، این ناروا است، این حماقت است، دعوت به زنا است. برش گفته نمیتونه، خدا چوب گرفته. به خاطر چی؟ که خان صاحب یک 200 روپیه برام میده. از این خاطر عقیده اهل سنت در مقابل عقیده اهل بدعت است. همین کلمه که تو میگی که راهی را ما پیش میبریم که راه پدر کلانای ماست، عین کلمه کی است؟ ابو جهل و ابو لهب است. این کلمه را از دان تو سوگ بگو راهی را ما پیش میبرم که راه رسول الله صلی الله علیه و سلم، راه رسول الله صلی الله علیه و سلم. راه اشخاص مهم نیست.